خوش اومدین به چنل مگنت کار سرویس. وقتی میخوایم ماشینتو تقویت کنی اولین کار باید ورودی خروجی بهتری برش بسازی، مثل هدرز، مکش، قیفی، رمیر و غیره. مهمترینش هدرز که توی این قسمت میخوایم توی 3 دقیقه 3 تا از برند معروف هدرز رو بهتون آموزش بدیم. آقا 3 تا هدرز خوب بازار تقریبا دیگه. فولادی اینجوری 4 استیل سری قدیم میشه، اونم که 4 استیل اکسل. اینا تفاوتاشو گفتیم، این نگاه بکنیم مقایسه کنیم. تو سایت خود انجین زده این ورودی زده 39 تقریبا. این یکی حالا یک سرده دیده هم داره. این ورودیش میشه 40.5. حالا شاید به خاطر دودهش چیزی کمتر 40 خود سایز زده. این هم مال اکسل انجین. از همه‌شون بزرگتره. حالا امکان داره این هدر پورت خورده باشه. میشه 42.5 43. این خروجی هاشون هم چهل و 6 خورده ایه. حالا دقیقشو کار نداریم. این یکی هم این خروجیش کوچیک‌تر از فولادی سری جدیده. حالا نمیدونم چرا میگن لوله توپل استیل سری قدیم. این از همه‌شون خروجیش هم تقریبا بیشتر 46.